وقتی که انسان دعوت شروع کرد، شیطان ها از 4 طرف دجال از حرکت میکنن. ما صدها مرتبه دیدیم یک حرکت دینی که میکنی، یک حرکت اسلامی که میکنی، وقت شیطان برات از 4 طرف جیبایت کشمش نخود پر میکنی. بسیار کساست که ما دیده میشانه که اول خوب در دعوت محکم بودن، خوب دعوتگر بودن، خوب احساس داشتن، وقتی که یک کمک در جیبش پیسه افتاده، یک کمک آمده، باز چطور است؟ نه خشونت نمیکنی، نه سم حالا بسیار از گپا استاد شما بسیار افراطی است. خب خیر ببینید، اما خبر نکنید جیبایش وقت نقل چوبی پر کرده. هم شیطان انسی در جانت حرکت میکنه و هم شیطان جنی. شیطان انسی وسوسه میکنه 24 ساعت و شیطان جنی وسوسه میکنه و شیطان انسی بر چوکی میتن، موتر برات میتن، مقام برات میتن، سفرهای خارجی برات میتن. لوکس هر طرف وقتی که رفتی خوردنیا را دیدی، باز بعد از اونجا از دعوت گپا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، در هفته گذشته وعده ما بود که بعد از اینکه بحث‌های توسل و اقسامش خواندیم، گفتیم که بعضی از کسایی که سر توسل زیاد چی میکنن، زیاد ترکیز میکنن و میگن توسل به اشخاص، خصوصا در باب استغاثه و گپا، و توسل به مرده ها، کسایی که وفات کردن و رحلت کردن، به انبیا، شهدا، صالحین. اکثرا کتاب های از اینا را که من خودم کسایی که نوشته کردن یا به شکل کتاب چاپ کردن یا به شکل فوتوکاپی کردن و بین مردم توزیع میکنن به نام توسل در بین مردم. اکثرا که کتاب ها را خواندیم، مشکل اساسیشان احادیث ضعیف است، احادیث ضعیف است و یا احادیث موضوع است. احادیث ضعیف و احادیث موضوع. احادیث ضعیف کدام احادیث هست که فکرتان باشه در قدیم سابق علما وقتی که میگفتن حدیث ضعیف، او وقت تقسیم بندی حدیث ضعیف در مقابل یک حدیث صحیحی که کاملا هیچ مشکل نداشت، اما حدیث سابق حدیث حسن هم در حدیث ضعیف میره. در سابقا، کتابای سابقه وقتی که میگفتن حدیث ضعیف است، علمایی که مثلا چند قرن اول که گفتن، او وقت حدیث حسن و حسن لغیریه او یا نبود، حدیث صحیح و حدیث ضعیف. پس حتی حدیث حسن و حسن لغیریه هم در باب چی میامد؟ در باب ضعیف میامد. اما حالی که علما باز تقسیم بندی کردن، حدیث صحیح هست، حدیث ضعیف هست، حدیث صحیح باز اقسامش بیان کردن. اونو قولی که بعض اوقات بعض علما میگن که استدلال به احادیث ضعیف در باب فضائل جایز است، او حدیث ضعیف سابقه را میگن، او را میگن. این ضعیفی که امروز که بیخی کشیدگی هست، ایره نمیگن. خلاصه ای که او حدیث قدیمی که ضعیف است و آلی که ضعیف است، در مجموع کل ازیا اگر کدام وقت استدلال میکنن او را میگن در باب فضائل میگن، اما در فرائض، در اعتقادات، خصوصا در باب عقیده، هیچ وقت حدیث ضعیف سند گرفته نمیشه. و از او که خطرناکترش احادیث موضوع ساختگی هست. بعضی کسا که توسل امروز به مرده ها و به قبرها و به کسایی که در قبرستان رفتن اجازه میتن، اکثرا کتاب های از اینا را که خواندیم، ما احتراما به بعضی از اشخاص نمیخوایم که کسی را آبروش ریختانده شوه یا مثلا نام گرفته شوه. از این خاطر من تو نام کسی را نمیگیرم و کتابش هم تا وقتی که مجبور نشم برای کس چی نمیگم، خصوصا در حلقات درس. ولی عیبی است
است که یا از حدیث ضعیف استفاده میکنه یا از حدیث موضوعی که تهمت از بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و من مثالایش براتون میارم. میگه یکی از علما یک کتاب است درباره اسرائیلات و اینا، در کتاب تفاسیر میگه، این مؤلف از این کتاب چه میگه؟ قال العلماء سلفا و خلفا، میگه علما در سلف سابق و علمای خلف یعنی بعد از سلف که هستن، میگن لا يحل روایت الحدیث الموضوع، لا تحل روایت الحدیث الموضوع فی ای باب من الابواب. میگه حدیث موضوع که از حلال نیست، یعنی حرام است، کفر است، در هیچ باب از ابواب وقتی که حدیث موضوع است اجازه نیست که ایره کس روایت بکنه الا مقترنا ببیان انه موضوع مکذوب، مگر ای که باید بگویه که اینی روایت آمده لیکن این موضوع هست، این بالای پیغمبر هم دروغ گفته شده. سواء فی ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام او الفضائل او الترغیب او الترهیب او القصص والتواریخ، در هر چیز که هست باید بگویه که این روایت موضوعی است، این روایت درست نیست. و من رواه من غیر بیان وضعه فقد باء بالاسم العظیم. میگه اگر کسی باز حدیث موضوع روایت میکنه و نمیگه که موضوع هست، این در گناه بسیار بزرگ مبتلا میشه. و حشر نفسه فی اعداد الكذابین، و این نفس خود در جمله کی محسوب کرده؟ در جمله دروغگویا. و الاصل فی ذلك، اصل در چی است؟ ما رواه الامام مسلم فی صحیحه بسنده، میگه امام مسلم در حدیث در کتاب صحیح خود با سند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكاذبین. میگر کسی از ما یک حدیث روایت میکنه و میفهمه که او دروغ است و خودش در جمله یکی از دروغگویا محاسبه میشه. چه وقت میفهمه که حدیث دروغ است؟ به خاطر اهداف خاصی که داره نمیخواد که حدیث، یعنی ما شما باز بسیاری کتابا را بخوانید، چطور تو در عقیده یک حدیث روایت میکنی و سندش نمیتی؟ چرا نمیتی؟ چرا محکم گرفتی که توسل است؟ چرا نمیگی در فلانی کتاب حدیث است؟ و بسیاری وقتا از کتابای نقل میکنن که کتاب حدیث است. مثلا پیشتر که استاد درس داد گفت صحیح البخاری هست، پس وقتی که معتبر از بگو که در صحیح البخاری صفحه چند فلان حدیث است. وقتی که تو در باب عقیده مردم جور میکنی، سر عقیده مردم گپ میزنی، بگو در صحیح البخاری فلانی حدیث است، بگو در صحیح مسلم در فلانی حدیث است، بگو در ابو داود هست. لکن وقتی که از ابو داود و از ترمیزی و از دیگه کتابا نقل میکنی، کتب سنن، باید اونجا بگویی که فلان عالم حدیث گفته که حدیث صحیح هست. اگر نه در جمله کذابین و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث را گفته که او از جمله یکی از کاذبین است، دروغگوی است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه میگن من کذب علی متعمدا، کسی که قصدن سر ما دروغ بگه. قصدن دروغ چی است؟ تو دعوتگر هستی، تو ملا هستی، تو خطیب هستی، تو امام هستی و در مسند پیغمبر میشینی و خدا وقت نمیدی که حداقل بری تحقیق بکنی که این حدیث صحیح است نسبتش به رسول الله صلی الله علیه و آله یا نیست. علما عمر خدا برای چی کردن؟ امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله تعالی این وقتی که روزی که شروع میکنن احادیث جمع میکنن بر 2 ماه 3 ماه 4 ماه از یک ولایت به دیگه ولایت، او قسمی ولایت ها قسم نبود مثل او خلافت اسلامی، افغانستان یک ولایت بود، شام یک ولایت بود، مصر یک ولایت بود. در خلافت اسلامی همون قسم است. مملکت ها در اسلام کلمه مملکت ها غلط است، کشورهای اسلامی گفتن غلط است. اسلام یک کشور داشت و دیگه کلش ولایت ها بودن و خلیفه مسلمان ها در عصرش قرار داشت. در عصری که امام بخاری رحمه الله زندگی میکرد در هر ولایت یعنی به حساب حال در هر مملکت میرفت، سر چی میرفت؟ سر اسب میرفت، سر چی میرفت؟ پای پیاده میرفت، سر چی میرفت؟ سر حیوانات بسیار ابتدایی که وسایل ترانسپورتی امروزی نبود. تو حداقل امروز مکتبه شامله زبان کامپیوترت پر تو مکتبه شامله رو یاد بگی، فقط حدیث بده خودش برات میگه که اینی حدیث فلانی گفته صحیح است، اینی فلانی عالم گفته که ضعیف است، اینی فلانی عالم تایید کرده، اینی فلانی عالم تایید نکرده. باور بکنین او حدیث را که امام بخاری در 6 ماه میرفت پیدا میکرد، او حدیث عالما میتونیم در 5 دقیقه پیدا بکنیم.
ما 5 دقیقه و 6 ماه خود زحمت میده و نامش زنده هست و به خاطر دین خدمت کرده. این هم در مقابل الله استاد میشه و ما تو هم استاد میشیم به نام عالم، به نام مولوی، به نام خطیب، به نام کسی که از تو مردم درس دین میگیرن و تو هیچ وقت کتاب نوشته میکنی به چی؟ فقط بدون روایت حدیث. اگر تو عالم هستی، اگر تو محقق هستی، اگر تو از الله میترسی، اگر نمیخوای که در جمله کذابین باشی، تو حق نداری. این ما بر شما هم میگم برادر عزیز، بسیاری شما دعوت میکنین، بسیاریتان حلقات درس جور میکنین، بسیاریتان حدیث درس میتین، بسیاریتان روایت میکنین از احادیث. از الله بترسین. احادیث را که تا وقتی که بهش ثابت نشدن روایت نکو برای کسی. قصه که ثابت نیست او رو روایت نکو، به پیغمبر نسبت نده. چرا؟ خطرش چی است؟ خطرش چی است؟ چرا؟ به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم کلامش وحی بود و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این آیت قرآن چی میگه؟ که سخنهای پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ وحی بود. حالا وقتی که تو یک سخن نسبت میدی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو نسبت میدی اون سخن که وحی الله برش همین قسم گفته و تو کلمه کفر به الله نسبت میدی. از این خاطر صحابه بسیار احتیاط میکردن، در فتوا احتیاط میکردن. الله کل مردم خدا مفتی ساختن، فلانی مشرک است، فلانی موحد است، فلانی زندیق است. از الله بترسین، از الله بترسین. زود فتوا ندین سر مردم. اول موضوع در روز قیامت محاسبه میشیم از این گپا. بسیار ساده شده یک نفر به بسیار گپ عادی هر روز نمیفهمی که همی چیز حکم کافر بودن یک نفر باید محکمه مسلمان ها، کسایی که علمای مجتهد که وا قضات هستن و میتونن فیصله بکنن که به این اساس یک نفر مشرک میشه، کافر میشه. ما تو چی هستی؟ عاجل بخی یک نفر حکم کفر شه بگو این کافر است، این مشرک است، این زندیق است و احادیث غلط پیدا بکو و بر خود سند بگی. از این خاطر در باب عقیده بسیار مشکل است. یکی تعویض نه صاحب تعویض پروا ندارم، من فتوایش میدم. از الله بترس که تو فتوایش میدی. تو فتوایش میدی. به چی فتوایش میدی؟ فتوا میدی که الحمدلله در کاغذ نوشته شود و در تشناب برده شود. قرآن کلام پاک اگر یک نفر همین بخاری شریف در زیر قول خود بگیره در داخل تشناب حکمش چی میکنی؟ به حرمتی و صحیح بخاری از نیست. خب وقتی که صحیح بخاری قبیه حرمتی داره، اگر یک صفحه زیر قیچی بکنی ببری که در تشناب، او چی فرق داره؟ خب یک صفحهش به او است. قرآن برده میتونی به تشناب؟ نه سر من اجازه میدم. از این خاطر برادر عزیز، دعوت آسان هم است و سخت هم است. دعوت آسان به این است که الله که تو همکاری میکنه، اخلاص داشته باشی. سخت است وقتی که انسان دعوت شروع کرد، شیطان ها از 4 طرف دجال از حرکت میکنه. ما صدها مرتبه دیدیم یک حرکت دینی که میکنی، یک حرکت اسلامی که میکنی، و شیطان برات از 4 طرف جیبایت کشمش نخود پر میکنه. بسیار کساست که ما دیده میشانه که اول خوب در دعوت محکم بودن، خوب دعوتگر بودن، خوب احساس داشتن. وقتی که یک کمک در جیبش پیسه افتاده، یک کمک آمده، باز حالا چطور است؟ نه خشونت نمیکنیم. نه ما والا بسیار از گپا استاد شما بسیار افراطی است. خب خیر ببینید، اما خبر نکنید جیبایش وقت نخل چوبی پر کردن. هم شیطان انسی در جانت حرکت میکنه و هم شیطان جنی. شیطان انسی وسوسهت میکنه 24 ساعت و شیطان جنی وسوسهت میکنه و شیطان انسی برات چوکی میتن، موتر برات میتن، مقام برات میتن، سفرهای خارجی برات میتن. لوکس هر طرف وقتی که رفتی خوردنی ها را دیدی، باز بعد از اونجا از دعوت گپا. خب از این خاطر برادر عزیز، علماء بسیار وقد حكم كثير من علماء الحديث وائمته على ان من روى حديثا موضوعا من غير تنبيه الى وضعه وتحذير الناس منه بالتعزير والتأديب. بسیاری از علما میگفتن اگر کسی یک حدیث روایت میکنه و در حدیث موضوع روایت میکنه و نمیگه که موضوع هست، چی میکنه؟ گفتن این باید تعزیر شود و ادب داده شود. یعنی حتی قاضی این میبره بندی میکنه. قال ابو العباس السراج شهدت محمد بن اسماعیل البخاری. این چی میگه؟ میگه من محمد بن اسماعیل البخاری و دفع الیه کتاب من ابن کرام يسأله عن احاديث منها حديث الزهري عن سالم عن ابيه مرفوعا الايمان لا يزيد ولا ينقص فكتب محمد بن اسماعيل على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل.
میگه یک حدیث برای جای آوردن، این فهمید که این حدیث نیست یا ضعیف است یا موضوع است یا چطور است، میگه برای پشت ورق نوشته کرد برای جای آوردن که این حدیث یک کس روایت میکنه. امام بخاری پشت ورقش میگه چی نوشته کرد؟ نوشته کرد کسی که این قسم حدیث بیان میکنه چی شد؟ باید ضرب شدید و حبس طویل داده شد. چرا؟ تهمت به الله میکنه. یک نفر سر یک انسان تهمت میکنه. یک نفر سر یک انسان تهمت میکنه که این زنا کرده. سیست؟ با شاهد آوردن نمیتونه. حد قذف بالایش هست نیست؟ حد قذف بالایش جاری میشه. و محکمه میره و تخته پشت شما زنه میره که دوره قذف که تو چطور یک دختر مسلمان یا مرد مسلمان به زنا یا به گناه ایره چیز کنی. این حال شما فکر بکنین که وقتی که پیغمبر متهم قرار میده، الله را سرش تهمت میکنه. از این خاطر امام بخاری میگه که کسی که این قسم روایت میکنه که حدیثی که حدیث نیست و این به رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت میده، میگه چی میگه امام بخاری؟ من حدث بهذا استوجب الضرب الشدید. ضرب شدید چی معنی؟ یعنی که خوب زده شود، از حد قذف هم کرده خوب تو زده شود و الحبس الطویل و بندی شود. به خاطر از اینکه تهمت با الله بالای الله کرده، تهمت بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. حالا هر کسی بری میره از پشت پل خشتی یک دونه کتاب میخره، والله صد کتاب است، خوانده میره بنگ 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 پورا خوانده میره که فلانی کتاب گفته فلانی کتاب گفته. آیه کتاب سند شده میره. از این خاطر مردمای گمراه و اهل دلال و کسایی که به خواهشات نفسانی گروه ها رفتن و گروپ ها رفتن و خدا تقسیم بندی کردن، به خاطر حمایت از نظریات باطل خود، از اعتقادات باطل خود، از قبر پرستی خود، از مخلوق پرستی خود چی سند میگیرن؟ والا میره در فلانی کتاب که او کتاب حدیث نیست. حتی کتابای کال نوشته شده میگه در فلانی کتاب این حدیث من در فلانی کتاب. برادر عزیز این کتاب ها نوشته شده از صحیح بخاری سند بده، از صحیح مسلم سند بده، از کتب سنن سند بده و بگو که علمای حدیث زیبا را چی گفتن. چقدر علمای اسلام سر از این مسائل تاکید میکردن. بل بالغ صاحب کتاب چی نوشته میکنم؟ میگه بل بالغ بعضهم فاحل دمه. بعضی ها گفته که کسی که حدیث موضوع را به رسول الله صلی الله علیه و نسبت میده به دروغ یا قولا چی است؟ حتی میگه چی است؟ حتی میگه حلال است اما کشتن ازی. قال يحيى بن معين وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل لما ذكر له حديث سويد الأنباري من عشق وعفى وكتم ثم مات شهيدا. یک کسی آمده بود گفت برای یحیی ابن معین و ای از علمای بسیار در جرح و تعدیل بسیار عالم بزرگ است، حدیث شناس است، خوب میشناسه. بعد از گفت صاحب یک کسی یک روایت آورده همین چطور است؟ گفت چی تو بخوان؟ میگه یک حدیث آورده که از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت میکنه که من عاشق، کسی که عاشق شد، و عفا و دا عاشقی خدا پاک نگاه کرد و کتم و عشق خدا پت نگاه کرد ثم مات شهیدن یک مرد، این با مرگ شهید میمره. این صاحب برای مردمای لچک و لندغه رو این گپا چیز جور کردن. یحیی ابن معین چی گفت؟ هو حلال الدم. گفت این انسان خونش حلال است. این سر زده شد سر رسول، فسق و فجایع و این گپا را آورده صاحب با کی نسبت میده؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینی خطرش کجاست؟ سر رسول تهمت کردن، سر الله تهمت کردن. چرا که رسول صلی الله علیه و سلم حدیث وقتی که بیان میکرد او را وحی چی میگن؟ خفی. وحی چی میگن؟ خفی. یعنی که از الله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شما سبحان الله سعی کنین. وقد سئل الامام ابن جعفر ابن حجر الحيثمي عن خطیب یرقى المنبر كل جمعه. میگه از پیش ابن حجر حیثمی پرسان کرد که خطیب است هر جمعه صاحب رفته در مسجد خطابت گرفته به خاطر از اینکه مای 3000 4000 مردم برش ماش بده، باز شب یک کاسه دال، یک کاسه کچالو، یک کاسه چیز برش روان بکنه. گفت از این خطیبه. گفت چی میگه؟ گفت کل جمعه و یروی احادیث ولم یبین مخرجیها و درجتها. گفت حکم از چی است؟ هر جمعه صاحب در منبر بالا شده حدیث خوانده میره، هیچ گفته نمیره که حدیث صحیح است، ضعیف است، کی روایت کرده، کدام کتاب است، فقط حدیث بیان کرده میتونه. گفت صاحب این چی؟ امام صاحب ابن حجر حیثمی را گفتن که این خطیب حکم چی است؟ گفت فقال ما ذكره من الاحاديث في خطبه من غير ان يبين رواتها او من ذكرها
فجائز به شرط ان یکون من اهل المعرفت بالحدیث، اگر از اهل معرفت به حدیث است این میتونن که کارو بکنن. او ینقلها من مؤلف صاحبه كذلك، یا از یک کتاب روایت میکنه که امو مؤلف از او، مثلا من سرمون برششته احادیث صحیح بخاری رو خوانده میره، یا کدام کتابی هست که او از صحیح بخاری نقل کرده از او گرفته میره و برای مردم تبلیغ میکنن. اما اگر نمیکنه این در حقیقت یک مجرم است، یک گناهکار است. تو در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت میکنی، سر الله تهمت میکنی. این قسم اشخاص کس از این خاطر وقت ما و شما فتنهش بسیار کلان است. دعوتگر است، دعوتگر به علم، برش میگه که نه صاحب دعوت که کردی صاحب تو در جنت رفتی. نه صاحب 16 سال دعوت کنی یک حدیث سر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت کنی، کل دعوت تو ضرب صفر میشه و در جمله کذابین هستی و دوزخ سر تو واجب میشه. نه صاحب من دعوت میکنم برای من علم چرا بهم، من در درس عقیده چرا بهم. بسیاری کسا رو بگه نه صاحب درس عقیده چی کنم برم، اونجا میرم یک جایی هست میریم مردم به طرف نماز دعوت میکنیم. درست است نفر به طرف نماز دعوت بکو، اول خودت باید آمادگی داشته باشی. وقتی که الله رسولش میفرسته، همراه رسول کتاب میفرسته، بر رسول معلم جبریل امین است، میگه علمه شدید القوا، بر رسول جبریل امین یاد داد. وقت پر رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سال جبریل امین میامد که حتی الفاظ قرآن تکرار میکرد. او رسوله که الله در قلبش قرآن جای به جای میتونه، کلمات آمدن نثبت، ما تثبیت میکنیم قرآن در قلب تو، لکن با وجود از این هم معلمش میه سال در سال که قرآن گردان میکنه. خود نیست که هر کس بخیزه از دل خود. متاسفانه بسیاری کسا هست مدیدیمش بسیار اخلاص داره. اخلاص اتباع باید باشه، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. تو میخیزی با بسیار اخلاص یک حدیث دروغی رو بر مردم بیان میکنی، عقیدهش خراب میکنی، با بسیار اخلاص عقیده مردم خراب میکنی و در روز قیامت تو مسئولیت از او داری. با مو اندازه که مکلفیت به دعوت داریم، با مو اندازه مکلفیت. از این خاطر عمر رضی الله عنه در بازارا میگشت میگفت تجاره که سعی کنیم بر تجار، دکانداری که احکام حلال و حرام در تجارت نفهمه میگه حق نداره تجارت کنه، نمیمانده شه، امتحان از پیشش میگیره. کسی که شرایط دکانداری نمیفهمه اجازه نمیدهش که دکانداری بکنه. تو در سود داخل میشی، در حرام داخل میشی، در ربا داخل میشی. چرا از الله نمیترسی؟ تو می در بازار دکانداری میکنی. یک دکاندار عادی، یک نفر کشالو میفروشه، حضرت عمر میاد پیش پرسان میکنه که تو احکامش میفهمی؟ فرض است سر تو که احکام از رو بفهمی. اول تو دعوت میکنی، احکام دعوت سر تو فرض است. نیست من هیچ گپ یاد ندارم، فقط احکام دعوت نمیست. من بسیار خوب آدم هستم صاحب که خیسم برای مردم قصه هایی را میکنم که قصه های صاحب از اسرائیلیات، قصه هایی که هیچ رسول الله صلی الله علیه و نگفته، صحابه نگفته. صاحب منات خوانی میکنم که یک دانه چوب شکن بود و مچم یک دانه سنگ شکن بود و موسی علیه السلام رفت خانه از رو خراب کرد. آیا پیغمبر اولوالعزم خانه یک نفر خراب میکنه؟ الله خانه خودت خراب کنه که تو سر یک پیغمبر اولوالعزم به این قدر بیادبی میکنی؟ و قصه های پیغمبر تلک من انباء الغیب، در قرآن میگه که قصه های پیغمبر انباء الغیب است. تو قصه سنگ تراش از کدام کتاب کشیدی؟ از کجا کشیدی که تمام روز پشت شاعرها افتادی و از شعرات و عقیده جور میکنی؟ و او شاعر مسکین عقیده غلط داره، هر قصه را که پیدا کرده آورده اما قصلیقه نظم سازی داره. نه خیر صاحب، قصه پیغمبر که قصه پیغمبر که از تلک من انباء الغیب گفته که یا انباء نحن نقص علیک، نحن نقص علیک احسن القصص. الله میگه ما برات قصه های احسن القصص که قصه های پیغمبر است، قصه های قرآنی. تو میخوای سر قصه پیغمبر جو میگه تو با خدا برین حداقل در کل کتابای حدیث همین مثلا استاد که شما را صحیح البخاری درس میده برشون بگو بگید سنگ تراش قصهش در قرآن آمده، در سنت آمده، در کدام حدیث آمده، در کدام روایت آمده؟ یک دفعه به نام چوپان و قصه را جور میکنن در کتاب، یک دفعه چوپان را تغییر میدن به سنگ تراش، دیگه دفعه باز شاید یک شاعر دیگه بخیزه به نام مجسمه ساز. یعنی میخواستم قصه ها را صاحب جور کرده بدن و برای مردم کفریات به نام عقیده تشریح کردن است. و این کذب است، دروغ است، تهمت است بالای دین، بالای پیغمبر، بالای قرآن. از این خاطر نکنید این قسم. دعوتگر مسلمان اول باید خودت عقیده خود جور کنی. دعوتگر مسلمان
اول خودت باید احادیث صحیح و غلط بفهمی، وقت برش بده. تو چه قسم دعوتگر هستی که فرق بین حدیث قوی و ضعیف نمیفهمی؟ چطور نمیفهمی؟ خیلی چطور باز تو میخیزی گپ رسول الله صلی الله علیه و شما سعی کن اینجا خطرش جای نمیجه است که من بسیاری وقتی که در بعضی گپا بعضی دوستای میگم که برادر در درس عقیده بشیم، سعی کن خطرناکترین دروغ کس در مورد احادیث عقیده هست. ولا شك ان من اكبر اساليب الكيد والمكر للاسلام واهله واكبر ابواب الضلال والشر انتحال الحديث و اختلاقه. یعنی میگه بدترین دشمنی با دین اسلام چی بود؟ اول که دشمنای اسلام کار کردن. خطرناکترین دشمنی از اینا چی بود؟ ساختن احادیث دروغ و نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصوصا و خاصة اذا كان موضوع هذا الانتحال و في مسائل العقیدة و اصول الدین. خصوصا که این دروغ گفتن در حدیث درباره چی باشه؟ درباره موضوعات عقیده باشه و اساسات دین باشه. چرا که حدیث ساخت که رسول الله صلی الله علیه و این تو گفته و موضوع عقیده هست، زد نفر سب عقیدهش تکت خرابش کرد. حال میگه این بسیار خطرناک است. و قال صلی الله علیه و سلم، خوب ببینن، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته ان کذبا علی، خوب فکرتانه بگیرن، او دعوتگرای مسلمان، او خطیبا، او مؤذن صاحبا، او کسایی که در سر منبر میبرایی و حدیث صحیح و ضعیف نمیشناسی و سندش نمیفهمی، او دعوتگری که دعوت میتی مرا به نام اسلام، از الله بترسید، گوش بگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خودت چی میگه؟ میگه ان کذبا علی لیس ککذب علی احد. میگه دروغ گفتن بالای من، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، مثل دروغ بالای یک شخص دیگه نیست. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. پس کسی که بالای من قصدن متعمدا قصدن دروغ میگه، فلیتبوأ مقعده من النار، باید این مقعد خود، جایگاه خود در کجا بسازن؟ آتش دوزخ بسازن. به خاطر چی؟ در 14 قرن علمای اسلام احادیث جمع کردن و این احادیث صاحب قریه به قریه گشتن و این احادیث از نگاه متن خواندن، با قرآن رخ دادن و از نگاه سند شخص کشیدن که این شخص راستگوی است، این شخص دروغگوی است، این حدیث درست است، این روایتش نادرست است، کلش مانده. و باز علمای دیگه خیستن مشخصا کتاب در کتاب احادیث صحیح نوشته کردن، بعضی خیستن مشخصا در احادیث ضعیف کتاب نوشته کردن که بشناسید که ضعیف چی است، بعضی خیستن درباره احادیث دروغین، احادیث موضوعی کتابا نوشته کردن. کل از پیش روی تو ماندگی است و تو وقت نداری که حداقل یک 10 دقیقه 15 دقیقه نیم ساعت وقت بدی بعضی این حدیث که باشه، این حدیث این چطور است. یعنی حال وقتی که یک نفر یک حدیث دروغی را روایت میکنه و صحت ازی را تحقیق نمیکنه و خود شیخ الاسلام و شیخ الحدیث قرار میده، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که دروغ بالای من مثل بالای یک، و من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، این باید جایگاه خود در آتش دوزخ آماده بسازه. رواه مسلم عن المغیره ابن شعبه و هو حدیث متواتر. یه حدیث چی است؟ متواتر است. جاء عن اکثر من 60 صحابیا، بیشتر از 60 صحابی. بهترین بلندترین رتبه حدیث کدام حدیث است؟ حدیث متواتر است. بگی حدیث متواتر است که بیشتر از 60 صحابی این روایت کردن. بازی صاحب کتاب چی میگه؟ فقول الرسول عقیدة و شریعة و تصدیقه فقول الرسول عقیدة و شریعة، میگه قول رسول که است عقیده و شریعت است و تصدیقه واجب و العمل به فرض. چرا که قرآن میگه گفته و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که رسول بر شما آورده او را بگیرین، از چیزی که منع کرده از او دوری بکنین. تو حدیث قرآن گفته که قول پیغمبر بگی، تو دروغ قول میری و نمیفهمی. اینجا باز مثلا فینال پاسا اینجا تشریح میکنه، سعی کنید این برای نمی کسایی است که بسیار شله هستن. این برای کی هست؟ برای بسیار کسایی هستن که در گروه رفتن، در حزب رفتن، در جماعت رفتن، حالا گرفتار است، کل مردم شناختیش. حالا اگه بخیزه بیای بگه که برادر من اشتباه کردم، من غلط کردم،
غرورش اجازهش نمیده، تکبرش اجازه نمیده. نامش صاحب 3 متر است. وقتی که خطه مجلس بخیزه باز نام 3 متری خودت چطور کنه؟ حال نمیتونه که بخیزه پیش جوانا بگه که والا من خب 15 سال در کفر بودم، ناروا بودم، غلط بودم، اشتباه کردیم، خیر است الله عفو کنه. این اخلاص، این تقوا را نداره. حالا چی میکنه؟ حالا سعی مجبور است از اون بیدینی خود، والله انسان متعصب، انسان متکبر، انسان خودخواه، انسان مذهب پرست، انسان قوم پرست، انسان حزب پرست، انسان رهبر پرست، بیدین و کافر از دنیا میره. شیطان چرا امر الله را قبول نکرد؟ ابا و استکبره، تکبر کرد. حالا هم تکبر است. بسیاری کسا گفتن نمیتونه، اما ما الحمدلله ما هم دمی بدبختی ها گرفتار بودیم، لیکن وقتی که فهمیدیم گفتیم خیر است، من حق بیان میکنم. یک کس آمد این است، از کجا آمده بود؟ از کانادا بود، از کجا بود؟ آمد من گفت استاد والا همی بین کل سیدی های تو که من دیدم همی یک سیدی بسیار خوشم آمد. گفتم کدام سیدی خوشت آمد؟ گفت همون یک سیدی از انتقاد بالای استاد ظاهر دایی. خودت انتقادا را بالای خود گفتی و اعتراف کردی. گفتم بله یک مسلمان حقش است. درست است ما تعویض میدادیم، در شرک مبتلا بودیم، در تعویضای خود فرعون، هامان، شداد، نمرود نشته میکردیم. ما میکردیم 20 سال پیش نمیفهمیدیم، جاهل بوده. کل مردم میگه فعالم هستیم، ما خود ما چی بودیم؟ جاهل بودیم، معلومات نداشتیم. کلگی ما را به حساب از که از خاندان فلانی هستیم دستای ما را ماچ میکرد. حالا فهمیدیم که غلط کرده و ما که دست خدا بر مردم میدیم غلط کرده بودیم. این حالا آدم باز میگه والا من اینی کار اشتباه داشتم، والا سیست. درست است ما بچه های مولوی ها بودیم، مادر خیلی ما مولوی ها بود، پدر خیلی ما، لیکن خود ما جاهل بودیم، خود ما دین نمیفهمیدیم، احادیث صحیح نمیشناختیم، صحیح و ضعیف نمیفهمیدیم. مردم ناقین میامد پیروی از ما میکرد و ما بر مردم قرارم. مثل کمیل بسیاری مردم هست علمیت نداره لکن اعتراف نمیکنه و نمیخواد که عالم شوه. والله نمیخواد که عالم شوه. والله ما بسیاری کسا را میفهم که خوب جاهل است و خودش میفهمه که خوب جاهل است، لکن اعتراف غرورش اجازه نمیده که اعتراف کنه و غرورش اجازه نمیده که به حق تسلیم شوه و خودش پیش خود میفهمه که من ملامت هستم، من دروغ میگم، من شرمنده هستم. والله بسیار کلش میفهمه، والله کلگی میفهمه. والله امی علمای افغانستان که آمین بالجهر بسیاریش مخالفت میکنن، باور کو کلش میفهمه که امی آمین بالجهر در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آمده است و ثابت است از رسول الله صلی الله علیه و امیر رفع الیدین که مخالفت میکنن به نام مذهب و به نام فلانی و فلانی فلانی، میفهمه که من مخالف مذهب خود هستم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، من مخالف امام خودم هستم و من مخالف رسول الله صلی الله علیه و هستم. حدیث آمده و روایت است که رسول الله رفع الیدین کرده، لکن تکبرش مانع ازی میشه که بخیزه. دید که یک جوان مثلا در مجلس رفع الیدین کرد که از او جنجال میکنه، یا امین بالجهر گفت که از او جنجال میکنه، یا دست خدا بالای سینه خود. خوب میفهمه که دست بالای سینه مانده حدیث صحیح هست. اول ما ملامت هستیم که در مقابل حدیث صحیح، در مقابل فعل رسول الله صلی الله علیه و در مقابل قول امام مذهب ما که امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه است که خودش گفته اذا صح الحدیث فهو مذهبی، در مقابل از استاد میشین و مخالفت میکنیم. خوب میفهمیم، لکن تکبر، لکن تعصب، لکن خودخواهی، لکن خود ساختن، چه قسم خود بسازی به نمیشه. چه قسم بابگکای قریه خود راضی بسازیم، چه قسم اونا را راضی بسازیم با اینمی که ایناله. خب یک گپ دیگه که شما بفهمین خیر از باز ما و احادیث براتون میگم، این بسیار مهم است. میگه که آل امی حدیث موضوع علتش چی بود؟ علتش بفهم. چرا مردم احادیث ساختگی رو میآوردن سر رسول الله صلی الله علیه و تهمت میکردن؟ میگه فقط کان اول هؤلاء هم الزنادقه الملحدون، اولین کسانی که احادیث ضعیف ساختن و آوردن و در دین نسبت دادن کی بودن؟ مردم های زندیق بودن. زندیق کی بود؟ زندیق کسایی بودن، خداوند ما و شما را ببخشه اگر حالا بگویم همین پدرکاران خیلای ما بودن، این همه ایرانی ها و افغانستانی ها بودن، این همه ایرانی ها و مردم فارس
وطن ما و شما ایران، افغانستان، این منطقه مربوط کجا بود؟ مربوط امپراتوری فارس بود. این مردم های فارس که بودن خب لکس بودن، امپراتور بودن. نعمت صاحب پیش یک امپراتور وقتی که از جای میخیست 500 نفر استاد میشه، وقتی که میشش 500 نفر برش تعظیم میگفت. وقتی که امپراتور رو میبردن یک تخت متحرک بود 40-50 نفر جانای لچ در زیر تخت بالا میشن، قرار امپراتور سر از تخت میشش. لشکر اسلام آمدن، شو رسید در جانشون که آمد این خانواده امپراتوری فارس لغت مال کردن با اونمو پایلو چی خود، با اونمو سرلو چی خود، اونمو صحابه و تابعین، با اونمو قوت ایمان خود آمدن اینمی فرعونای حسره شکست دادن. یه از گرد و خانواده و گپایش تکت کرد. آل صاحبی مردم دیدن که مردم مسلمان شدن، یک تعداد از اینا دیدن که اوهو از ما قدرت افتاد. عمر چی کرد؟ ایران در زمان عمر رضی الله عنه و کابل در وقت عثمان. این اصد خیستن عمر رضی الله عنه چی کرد؟ والله ما خود آمدن ظاهرا تسلیم شدن، گفته این صاحب ما مسلمان هستیم، اما در قلب چی بدن؟ کافر بدن. او وقت کسی که اسلام ظاهر میکرد باطنش کافر بود چی میگفتن؟ زندیق. این مردم ها زندیقا چی بودن؟ یا آتش پرست بدن. یگان تاش گیر میکرد که روز میای صاحب نماز پیشینه در مسجد میخوانه، شب میره صاحب دا آتش کرده، آتش چالان کرده بر آتش دیگه چرخک زده میره. همیشه هم از یارا چرا چالان میکنن؟ در کدام کتاب آمده؟ در کتاب آتش پرستا آمده. در کتاب چی آمده؟ در کل زیارت ها مال شم نیست؟ زیارت اسلامی است یا زیارت آتش پرستا؟ سر قبر که 6 متر تکیه زریر میپردن، از کجا آمده؟ بخوانین از کجا آمده؟ آتش پرستا. جمال الوجه مع قبح النفوس کمندیل علی قبر المجوس. میگه اگر فرد شعری بسیار مقبول داره خوشت میگه الله چقدر خوب قواره داره، کاش که می دوست میشه. وقتی کامل کش دوست دارد باز میگه او چطور هستی بادار، ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدن. قواره تسی که گپ زدن تسی. و یک شاعر چی میگه؟ جمال الوجه مع قبح النفوس، یعنی فرد شعری بسیار خوب و لوکس مقبول داره لکن نفسش چی است؟ بسیار چتل است. کمندیل علی قبر المجوسی، میگه مثل چی است؟ مثل یک دستمال است، تکه هست که بالای چی انداختن؟ قبر مجوسی. مجوسی ها که مردی خود دفن میکردن باز میرفتن تکه سرخ، تکه زری بسیار لوکس با سر چی میکردن؟ این تکه زری رو منداختن و یک دانه چوب هم اویزان میکردن، بازور هم پوشی چی میدادن؟ زری میدادن. صحیح نه؟ اینه یا از اونجا آمدن. خب گمش که یخ بلا در پس شیخ کارا خب میکنن. مرغه که زیر پای آرس ذبح میکنن. این فرهنگ اسلامی است. ذبح عبادت است. ما شما رو درسای بعدی میخونیم. و عبادت زیر پای مخلوق کردن شرک است نیست. همه لموریش سفید کتا را که سهل کنی تا که مرغ نبیره یک عادت شرکی را نکنه آرس تا نمیکنه. او پیر معبد، او بگوان سنگ، تو خو مردم در شرک مبتلا کردی. میگن ای تا که پای آرس کت خون مرغ سرخ نکنی ما آرس از موتر پایین نمیکنم. آنها باز کلشان شهل هستن، یکی دهانده میرن و هر کسی که می کار کرد در شرک مبتلا است. چرا ذبح عبادت است و در مقابل مخلوق شرک است. کس بخواه نخواهید خود شرط نیست که بگیم والا در تذکره من مسلمان هستم. خب به هر صورت سعی کنید چی میگن؟ قال حماد بن زید بن درهم الازدی وضعت الزنادقة على رسول الله صلی الله علیه و سلم 14,000 حدیث.
میگن مردمای زندیق بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 14,000 حدیث دروغی رو گذاشت. 14,000. خب فکر کنید. وقال ابن عدي لما أخذ عبد الكريم بن أبي العوجاء وأتى به محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه. یک کسی بود که و احادیث دروغی را ساخته میرفت. این رو آوردن پیش این محمد بن سلیمان. محمد بن سلیمان گفت بذارین گردنش، قطع کنین گردنش. والله میگه خودش خیز گفت والله لقد وضعت فيكم 4,000 حدیث. گفت ما 4,000 حدیث ساختگی جور کردیم ات دینتان برای چغل کنم گدوت کنم که دلتان از زندگی سیاه شود. خلیفه برش گفت اگر ما اما تا علمایی نداشته باشیم که گپای دروغ تو را از گپای پیغمبر اوسو کنن بانکی دین خراب شود، لکن الله برای این دین ات علمای با اخلاص را نصیب کرد که کلی احادیث هم تو غلبیل کردن، کشیدن که حدیث صحیح است. حال به هزارها جلد کتاب است که احادیث یکی یکی بر ما بیان میکنه که صحیح است، این ضعیف است، این موضوع است، این دروغی است. حال فرق بین از این زندیق، این کافری که به خاطر فساد دین و دشمنی حدیث گذاشت در کتابات داخل کرد و بین از این انسانی که خود دعوتگر اسلام میگیره و خود زحمت نمیته و امی حدیث ضعیف و امی حدیث دروغی و کذب میاره به رسول الله صلی الله علیه و نسبت میده. فرق بین از اون زندیق و بین از این چی شد؟ در روز قیامت اردوش در یک محکمه محاکمه میشه که تو چرا بی تفاوت بودی در قسمت ازی؟ چرا وقت ندادی؟ و تو چرا خیس دعوای ملاگری و مولویگری کردی که نمیفهمیدی؟ برو کچالو فروشی بکن، برو دکانداری بکن، برو تجارت بکن. نشیده مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که لیاقتش نداری، لیاقتش نداری بگو نمیتونم. از من گفتن بیاین صحیح بخاری درس بده، من گفتم والا من علمیت مولوی عابد و علمیت مولوی کوثر و علمیت مولوی متوکل من ندارم، من صحیح بخاری درس دادن نمیتونم درس. ما تحقیق دی باب کردیم، دی باب نکردیم، نمیتونم درس. وقتی که نمیتونی بگو نمیتونم. چرا میخیزی تو مسند میشینی؟ تو میگی من دعوتگر مسلمان هستم، دعوتگر اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما لحظه که از دین سخن میگی تو خود در مسند رسول الله هستی، در مقام رسول الله. چطور باز در مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم تو میخیزی مثلا نمیفهمی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته یا نگفته؟ فتوا میتی. پیش ابوبکر صدیق میاد نفر باش میگه ابوبکر صدیق این مسئله چطور میشه؟ میگه نمیفهم. برو پیش عمر. پیش عمر میره میگه والله نمیفهم. برو پیش علی. پیش علی میره علی میگه نمیفهم. برو پیش عثمان. پیش عثمان میره عثمان میگه برو پیش ابن عباس. پیش ابن عباس. آخر نفر میگه چرا؟ والله فتوا دادن نمیتونه. هر کس خدا خلاص میکنه و یک عالم دیگه بوده که اگر او تحقیق داشته باشه. چرا؟ الله یفتیکم فی الکلاله. فتوا کی میته؟ الله. تو مفتی به نیابت از الله گپ میزنی. سر دکاندار تومت کنی گناهگار شدی، سر فلانی سر فلانی، سر الله و سر رسولش تومت کردن این گناهش بسیار خیلی. پس اولین کسانی که قال ابن الجوزی چی میگه؟ وقد کان من هؤلاء میگه از بین از این زندیقا بعضی کسایی بودن که ما یتغفل الشیخ، بعض اوقات یک عالم یک شیخ بازی میداد در غفلت میگرفت فیدس فی کتابه ما لیس من حدیثه، بعضی اوقات در کتابش یک حدیث چخ میکرد که او از حدیث از اون نیست. فیرویه ذلك شیخ ظنا منه انه من حدیثه، او شیخ فکر میکرد ولی حدیث نیست. شیخ حدیث میگه یک شاگردش نشته میکرد، یک زندیق شیشته نشته میکرد، باز میاد سر میز شیخ میموند که این صاحب یه حدیث تو روایت کردی. و الصنف الثاني من اصحاب الاهواء والعصبيات المختلفه، بعضی از کسایی بودن که احادیث ساختگی کی میماندن؟ اول کی بودن؟ زندیقا. دوم طایفه کسایی بودن که در فرقه ها و گروه ها و مذاهب تقسیم شده بودن. مردمای معتزله به نفع خود حدیث ساختگی جور میکرد.
پیغمبر تو گفته. خوارج به نفع خود حدیث جور میکنن که رسول صلی الله علیه و آله گفته. مردم فعلا حدیث است. حتی مذاهب ابو حنیفه سراج همتی احناف جور کردن. در کدام حدیث آمده؟ ملا علی قاری حنفی است، با تقواست. حدیث میگه موضوع هست، دروغ گفته. پیغمبر اصلا نگفته این حدیث. در دیگه حدیث جور کردن سيخرج في آخر الزمن رجل هو اشد على الله من ابلیس اسمه محمد ابن ادریس. این متعصبین احناف جور کردن. ما میخوادیم در کتاب استادای ما درس میدن، وقتی که چیزا میخوانیم همین موضوعات در مصطلح الحدیث میخوانیم، گفت احناف بعضی از متعصبینشان جور کردن، گفتن در آخر زمان یک کسی پیدا میشه هو اشد علی الله من ابلیس، که از پیش خداوند از ابلیس هم که سر سخت است. کی است؟ محمد ابن ادریس. محمد ابن ادریس نام امام شافعی صاحب است. این وضع از او جور کردن کذب بالای رسول الله صلی الله علیه و آله و دفاع از مذهب خود. پس این میگه که بسیاری از کسایی که فرقه ها جور شدن، فرقه ها زیاد شد. عالی فرقه ها دید که مثلا این خوارج چه قسم سند بگیره، این مثلا معتزله چه قسم سند بگیره، این مردمای بدعتی اهل بدعت یا چطور سند بگیرن. سر پیغمبر سم تومت کو در کتابا که این رسول الله سم این تو گفته، این رسول الله سم در فضیلت حضرت علی ایجا بگو، این رسول الله سم در فضیلت حضرت حسین خودم گفته. به هزارها حدیث در فضایل و در فلانی اشخاص به خاطر از اینکه امور روش خدا و مذهب خدا و فرقه خدا ترجیح بدن. و صنف ثالث من اهل الزهد و التدین الجاهل، میگه بعضی از مردمای زاهد جاهل بودن. والله سه ما با تقوا هستم، والله سه ما ترک دنیا کردیم. یا میگفتن یا چرا احادیث میساختن، یا خود زاهد بودن. میگفتن یا ترغیبا فی فضائل الاعمال، به خاطر فضائل اعمال، خوبیای اعمال که مردم اعمال خوب چیز کنن، بر از حدیث ساختگی میساخت. اگر یک جوانه این قسم جور میکرد بیاید حلقه درس بشینه، جنت سر از 50 مرتبه فرض میشه. دروغ. باش که چرا تو میکنی؟ یکی نگیر کردن گفتن او خانه خراب، چرا سر پیغمبر صلی الله علیه و آله تهمت میکنی؟ گفت من خب با سر پیغمبر حدیث نمیسازم، برای پیغمبر حدیث میسازم. علیه خب گفت من نمیسازم، بس زدش لهو با فایدهش میسازم. با فایدهش چه قسم میسازی؟ گفت من مردم تشویق به دین میکنم. اگه کسی فلانی آیت خوان 16 مرتبه ایده جنت داخل میشه، اگه فلانی آیت خوان به اندازه کف دریا که چیزایش باشه این چیز. پس این به قسم برای مردم احادیث را در چیز ساختن که این مردکه چی کرد. اگر یک نفر بعد از جمعه نیم ساعت چیش در حلقه درس ما و ذکر کرد، ثواب 500 مجاهد و 600 شهید و یک این را صاحب ساخته رفتن که باش حلقه ما درس چی شود زیاد شود. از این خاطر مترسنین کارا رو کردن. یعنی در حلقه درس ما 60 نفرک میشینه، در حلقه هزار چند میشینه 700 نفر. تمام روز دیگه شراب است، ساتری و ترا هست. بعد از جمعه بیا یک نیم ساعت قرار بشی که از یک چند تا دانه چی در پرتو چی میگنی خرما را این آدمی که آمدی سه پینجا که آمدی که پیغمبر از تو راضی میشه و چی میشه و چنان میشه، خلاص نفر جوان دیگه به عقل میگه حالا اینجا که بری تا دیگه جمعه تو دیگه معاف هستی. دیگه میره صاحب در طول هفته خوب ور گناه کرد باز روز جمعه میای بعد از پیشین یک ساعت میشینه میگه یک چند تا از این پرت سبحان الله و قل والله احد یا بخواد و اون خلاص تا دیگه جمعه چی هستی معاف هستی، پاک شدی، خلاص هر گناهی کردی یا چیز کردی قسمی اگه باشه خود بسیار خوبه. دیگه جمعه اون هفته 7 روز معاف هستی، تعطیل است. ها مثل کلیسا، سیستم کلیسا هم است. کل هفته گناه میکنه، باز روز یک شنبه کجا میره؟ کلیسا میره. اما مسلمان که از 5 وقت در جماعت نماز بخوان، میگه نه در خانه هم نخوان، در کجا بخوان؟ در جماعت بخوان. یگانه که میگه کلش یک جایی بخوان، میگه نه هر کدام شده وقتش بخوان. تو باید صبح با الله ارتباط داشته باشی. پیشین که همین مجرد زوال شد باز از حرکت میگی به طرف مسجد میری، باز ارتباط بالا، دیگر شد باز آفتاب غروب کرد باز خوبتر شد باز نصف شب باز. این قسم سوم مردم هست. قسم چهارم میگه مردم ها هستن که فهم قوم لم یتعمدوا الکذب، میگه یا هدفشان کذب نیست. این سری وقتا بی دعوتگرای به علم است
و انما وقع الموضوع فی حدیثهم غلطا، میگه یا بیچاره بسیاری وقتا چی میشن؟ غلط میشن. چه قسم؟ که من یضیف الی النبی کلام بعض الصحابه، بعضی مثلا سخن از صحابی است، او را به کی نسبت میدن؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. سخن از تابعی به کی نسبت میدن؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. سخنای عادی و قصه ها سیر چی است؟ نمیفهمه. این دیگه از او خاطر میگن وقال حماد بن سلمة وهو ثقة عابد مع ربيبه الكذاب عبد الكريم بن ابي الاوجاع فقد دس في كتبه. میگه احیانا در کتابای ازی بعضی چیزا رو داخل کردن اینی هستن. اینا رو باز ما شما فهمیدیم که کلانترین یعنی در باب توسل ان شاء الله احادیث باز هفته آینده میخوانیم، لکن به این نتیجه رسیدیم که احادیث ضعیف یا از طرف مردمای کافر و بیدین به خاطر ضربه زدن به دین زده میشن، یا دومش از طرف کی بود؟ اولش از زندیقا بود، دومش از این مردمای متعصب فرقه‌ای و مذهبی، اینا احادیث دروغ ساختن. سومش از بسیار زاهدای جاهل که زاهد است چی است؟ جاهل است. او میخواد برای دین خدمت کنه لکن نمیفهمه که برای دین چه قسم خدمت کنه. فکر میکنه که بیا دروغ بگو سر پیغمبر، مردم علاقمند دین بساز. و قسم چهارم بعضی کسایی هست که اینا تحقیق نمیکنن بین حدیث پیغمبر و بین قول صحابه و بین تابعین، یا فرق نمیتونن کردن، هر چیز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتباها نسبت میدن. لکن از ارچارش گناهش اینمی است که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که صد رسول الله دروغ بپیونده. از این خاطر من کتابای توسل که اکثرا خواندم، بعضی کسایی که نوشته کردن، شما هم اگر این کتابا رو یافتین دلیل کذب ازیا چی هست؟ که هیچ حدیث اینا سند ندارن. و احیانا باز این هم هست، مثلا یکیش نوشته کردن، اون روز من خواندم یک کتاب، سبحان الله من دیدم گفتم والله این نفر نمیخواد که چیز شه. بس اوقات ما در یک فکر بودیم گفتیم ولی این گپ مدرسه است. آمدیم وقتی که خواندیم حدیثه که حدیث صحیح است، ما غلط کردیم، گفتیم خلاص ما غلط کردیم، پس نوشته کردیم گفتیم نه برادر این گپه که ما میگیم این غلط است، حدیث صحیح را میگه، آیت قرآن این را میگه، علما این را گفتن، گپ از اونها صحیح است، گپ ما غلط است. لکن دیدیم همین نفر به خاطر گپ غلط خود چی کرده؟ به خاطر گپ غلط خود باور بکنین که نوشته میکنه که این فلانی تفسیر است. رفتیم که در تفسیر مراجعه کردیم که همون گپ عالم چی کرده؟ قطع کرده، نصفش گرفته نصفش قیچی کرده. و این من انشالله اگر کدام وقت خواستیم پروژکتور براتون میارم و کتاب از رو براتون نشان میدم. و همین چیزه اگر چی یکی از برادرها میخواد که حتما برنامه بگیره سر زمین موضوع توسل اترا، انشالله که از با چیز کنم باز براتون شما میره بخواید، باز ما براتون امون انبر صفحه جلد و هم قسمتی که جمله را گرفته، نصف جمله را گرفته، نصف جمله را چی کرده؟ مثلا در کتاب چی نوشته کرده؟ روز یک کتاب است خواندم، این یک کس نوشته کرده، خدا هدایتش کنه، باز نوشته کرده که شما سعی کنین که توسل بزرگترین علما قول داده، گفته اینه شیخ المفسرین، رئیس مفسران امام علوسی است. عالم امام تفسیر علوسی رو میخوام، نوشته کرده که این امام صاحب علوسی میگه که در قسمت استغاثه به مرده ها هیچ مشکل نیست، در قسمت استغاثه به مخلوق هیچ مشکل نیست. باز امام علوسی چی گفته؟ گفته که به شرطی که انسان زنده باشه. یعنی تو میری برای یک انسان زنده میگی برای من دعا کن. و امام علوسی را گفته. این قسمت اول جمله علوسی را گرفته، قسمت دوم جملهش چی کردن؟ عشق قطع کرد. والله نمیره. این باز ما براتون مستند براتون سایت نشان میدم. چرا بعضیا هستن که نمیخواین که خدا چی کنن؟ به حق برسن. یعنی این قسم که میکنن معلوم میشه 100% که این نفر چی است؟ نمیخواد حتما. اما بعضی کسای دیگه به حق میرسن و ما و شما هدف ما اینمی است که اون کسایی که طرفدار حق هستن، مسلمان هست، شاید ما اشتباه کرده باشیم، تو هم اشتباه کرده باشی، بسیاری کساس مثلا در اعتقادات خود اشتباه میکرده باشه، لکن انسان روز به روز درس بر دینی است که آدم حق بفهمه و با دعا بکنه که اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.